لید؟ مادر؟ حاله باید هر دوی ما بسیار آهسته از این خانه که قید ما کده فرار کنیم، درست است؟ اما باید از اینجا خب و چوب برایم، درست است جان مادر؟ اما اون نفرای پدر ما را پیدا خود کردن. این بهترین فرصت است که میتونیم فرار کنیم. دپا این مهمانا آمدن، هیچ کدام از محافظام نیستن، فقط یک نجیب است. اگر بتونیم پت از او فرار کنیم گیر نمیفتیم. خب حالا دیگه حالا بدو دانش حواس بگی. حالا زود با شیره بپوش. زود حالا زود. حالا زود. بیا بچیم، آرام و آهسته. نترسی جان مادر، درست است؟ شیرمونا نباید بافامن که ما میریم آهسته.
خب قهوام از گلون ما تیر شد، قراردادم امضا شد، باید بریم دیگه. الا دیگه خوش میشدم که چند دقیقه دیگه میبوده ناخوش. نه نمیشه، باید زودتر حرکت کنیم. بیا دخترم، بیا جان بفرمایید. آقا مصطفی من زیاد خوش دارم ترابزونه ببینم و مهمان شما هم شوم. یک دفعه بیاین خوب لطشان خواب. 1000 دفعه بیاین روی چشمای ما. بخیر بیاین، اما من زیاد میمان خوش ندارم. تا اونجا خود ناق سرگردان نسازین. خیرت باشه آقا طاهر. حتما خانه ما زیاد خوشت آمده. نه برعکس، از یک چیز هیچ خوشم نامده. از چی؟ از زخمی که در دست خانمتان دیدم. تو را با زخم دست خانمم چی آقا طاهر؟ آقا طاهر لطفا شما نمیفهمین که ما چقدر یک حادثه کلانه تیر کردیم. دوز هفته گذشته وقت در خانه نبودیم دوز آمده بود. نفس بیچارم تنها بود، مجبور شده امرش درگیر شوم. چرا که هنوزم در شاک هستیم. لطفا ما را درک کنین لطفا. طاهر نجیب، بله آقا وداد. وقتی اینو از اینجا دوشنن محافظه نپس بخوای. با چشم آقا. مادر دستت زیاد آگرد شده؟ نترس ناز داریم. زیاد درد میکنه؟